برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز 100 روز از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی گذشت. با یک نگاه اجمالی به این 100 روز خواهیم فهمید که مردم معترض در ایران دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند که بسیاری از این دستاوردها غیر قابل بازپسگیری هستند. انقلاب زن، زندگی، آزادی با مرگ ژینا مهسا امینی، دختر کرد اهل سقز، در تهران جرقش زده شد و در مدت خیلی کوتاهی تمام شهرهای ایران و سپس تمام کشورهای جهان رو فرا گرفت. این دستاوردها که گفتم غیر قابل بازپسگیری هستند، اتحاد و همبستگی هستش که بین ملیت‌های ایران درست شده در سراسر ایران و همچنین حمایت گسترده و با شکوهی که در طول تاریخ بی سابقه بوده از مردم معترض ایران. همچنین پوشالی بودن رژیم جمهوری اسلامی و اینکه در تمام این 43 سال با سرکوب و خفه کردن هر صدای معترض و مخالفی بوده که حکومتش رو تا به امروز رسونده. دستاورد بسیار مهمی که میشه ازش یاد برد اینه که مردم به اهمیت جایگاه زن رسیدن و به این باور رسیدن که تا زنان آزاد نباشند جامعه آزاد نخواهد بود. بله عزیزان، خیزش ژینا یا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی حرکتی ابتدا به ساکن نبود، بلکه حاصل 43 سال سرکوب، خفقان، شکنجه، زندان، فقر، استثمار و نابرابری طبقاتی بود که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده. حاصل سالها کشتار بود، از کشتار سالهای دهه 60 تا به امروز. و امروز خیزش زن، زندگی، آزادی میره که تمام این استثمارها، تمام این نابرابری‌ها رو، تمام این حقوقی رو که ازش دریغ شده پس بگیره. ما در روزهای گذشته ارزیابی‌هایی داشتیم از طرف مهمانان مختلف در برنامه زنده. به اطلاعتون میرسونم که جمعه ها ما برنامه زنده نداریم و در طول هفته دو رفیق دیگر، رفیق ریزان حمیدی و کاوان صنیعی، در برنامه زنده با من همکاری میکنند. و اینکه دیروز 23 دسامبر ما شاهد یک حرکت تروریستی بودیم در شهر پاریس پایتخت فرانسه که یک مهاجم با اسلحه گرم، تپانچه، به یک مرکز فرهنگی کردها حمله میکنه و متاسفانه در این حمله جنایتکارانه 3 نفر جان باختند و اونطور که گزارش ها میگن 3 نفر زخمی هستند که حالا یکی از این زخمی ها متاسفانه وخیم هستش. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به گفتگو با رفیق یوسف اردلان، فعال دیرینه سیاسی و همچنین زندانی سیاسی سابق از شهر پاریس که در 2 بخش تقدیم حضورتون میشه. یک بخشش ارزیابی از انقلاب با شکوه ایران و بخش دیگرش آخرین گزارشات و اتفاقاتی که در طول 2 روز گذشته در پاریس گذشته. رفیق یوسف عزیز، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین. اما شما تصویر شما رو، بله رفیق یوسف، خیلی خوش اومدید. رفیق یوسف صدای من رو دارین؟ رفیق یوسف شما صدای من رو دارین؟
بینندگان عزیز، از همکارانمون در بخش تکنیک تقاضا میکنم که براتون یک کلیپ و تصاویری رو پخش کنن تا اگر مشکلی هستش با رفیق یوسف رفع بشه. برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی برپا خیز، برای زن زندگی آزادی. به نام زن، به نام زندگی رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم. من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب عشق و بوسه ها، در این گذار رنج بی امان ز جان ز تن وطن مرا بخوان که با خروش بانگ سرخ نام تو جهان به لرزد از قیام تو. به نام زن، به نام زندگی دریده شد لباس بردگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم. من و تو با دگر دوباره ما شویم. را پس میگیرم، من جای تو هر جا میمیرم. از پس صبح پاک رهایی جان دوباره میگیرم. عهد من به تو و دنیا، باشم یا نباشم فردا، جای شلی پرد خون بله، درودی دوباره. امیدوارم که مشکلمون با مهمان گرانقدرمون رفیق یوسف اردلان رفع شده باشه. رفیق یوسف، امیدوارم که الان صدای من رو داشته باشین. رفیق یوسف، صدای من رو دارین؟ ما متاسفانه صدای شما رو نداریم. فکر کنم مشکل از اینترنت شما باشه. شما صدای من رو دارین؟ بله، فکر کنم که رفیق یوسف مشکل اینترنت دارن. قبل از برنامه هم باشون صحبت کرده بودیم. بله، خب امیدوارم که مشکلمون رفع بشه، اما خواستیم که با رفیق یوسف اردلان گفتگوی داشته باشیم در مورد ارزیابی
100 روز از انقلاب باشکوه زن زندگی آزادی و همچنین حمله تروریستی که دیروز در شهر پاریس به مرکز فرهنگی کردها شده بود که متاسفانه در این حمله 3 نفر جونشون را از دست دادن و 3 نفر زخمی هستند که آخرین گزارشات میگه که حالی که از زخمی‌ها بسیار وخیم هستش. رفیق یوسف رو داشته باشیم ببینم که رفیق یوسف الان صدای من رو دارین؟ نه متاسفانه ما صدای رفیق یوسف رو نداریم، به همین خاطر من مثل اینکه نمیتونیم امروز با ایشون گفتگو داشته باشیم. ارزیابی کوتاهی از 3 ماه گذشته خواهم داد و همچنین جزئیاتی از این حمله تروریستی در شهر پاریس. خب ما میدونیم که روز 25 شهریور ماه امسال دختر کردی به اهل شهر سقز از کردستان دیدار با اقوام مترو حقانی که پیاده میشه همراه با برادرش نیروهای گشت ارشاد این دختر رو شینا مهسا امینی اون در طول سالهای گذشته حکومتی بسیار بوده و زنان در طول 43 سال گذشته متحمل فشارهای مضاعفی بودند به خاطر تحمیل حجاب اجباری به زنان و میدونیم که خمینی در همون چند روز اول به قدرت رسیدنش در سال 57 اسفند ماه 57 فرمان حجاب اجباری رو داد. خب در طول این 43 سال گذشته زنان به شیوه‌های مختلفی گفتم که زیر فشار بودن و هرچند که هرگز تمکین نکردن به اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و مدام در هر فرصتی که براشون پیش اومده اعتراض خودشون رو نسبت به تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و نسبت به حجاب اجباری اعلام داشتند. اما خب رژیم نه تنها زنان بلکه هر صدای مخالفی رو خفه کرده. اجازه بدین یه بار دیگه سری بزنیم به رفیق یوسف که از استودیو خارج شدن دوباره برگشتن. امیدوارم که رفیق یوسف الان صدای من رو داریم. صدای شما قطع و وصل میشه، فکر کنم مشکل از اینترنتتون باشه یا مشکل از شماست، نمیدونم. بله رفیق یوسف، بله مثل اینکه مشکل از طرف رفیق یوسف هستش، امکان داره سیستمش مشکلی داشته باشه. خب متاسفانه ما امروز نمیتونیم با ایشون صحبتی داشته باشیم. بله خب در طول 43 سال گذشته گفتم که زنان ایران به این نابرابری‌ها و از جمله به حجاب اجباری تمکین نکردند و در هر فرصتی صدای اعتراض خودشون رو بلند کردن. خب ژینا امینی هم یکی از این دخترانی بود که در طول 43 سال گذشته قربانی شدن. ژینا رو به گشت ارشاد میبرن، اما در گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار میگیره و متاسفانه به کما میره. 3 روز بعد در بیمارستان کسری جونش رو از دست میده. خانواده ژینا امینی، البته اینها گزارش هایی هستش که قطعا همه شما و همه مردم دنیا این رو میدونن که این اتفاقات در طول این 100 روز گذشته افتاده و مرگ ژینا چطور بوده، مرگی دردناک. هرچند که گفتم که ژینا نه اولین قربانی بود و نه آخرین قربانی. خب خانواده ژینا در مقابل درب ورودی بیمارستان کسری تجمع‌های اعتراضی برگزار کردن و شعار زن زندگی آزادی سر دادن، شعار از کردستان تا تهران ستم علیه زنان رو سر دادن و این موجب شد که توجه عموم به خانواده ژینا و مرگ ژینا جلب بشه و
یک خبرنگار این خبر را رسانه کرد که متاسفانه الان اسمش یادم نیست. این خبرنگار تا به امروز در طول 100 روز گذشته هیچ خبری ازش نیست که آیا زنده است، مرده است یا در کدوم زندان هستش. خب این رسانه‌ای شدن و این تجمع ها باعث شد که خیلی زود مردم کردستان و مردم تهران و بعد مابقی شهرها واکنش نشون بدن به این قتل فجیع و این ظلم و استثماری که در طول تاریخ 43 ساله حکومت اسلامی نسبت به زنان روا داشته شده. در عرض مدت کوتاهی این شعارها و این حرکت اعتراضی سراسری شد و همه مردم ایران از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب به این خیزش اعتراضی پیوستند و در عرض مدت کوتاهی هم این خبرها رسانه‌ای شد و مرزها را در نوردید و ایرانیان مقیم کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی به خیابون اومدن و در محکومیت قتل مهسا امینی و ظلم و ستمی که به مردم ایران روا داشته شده و نابرابری که در حق زنان وجود داره به خیابون ها اومدن. درسته که این خیزش و این اعتراض Biz halkız. Biz halkız. Milyonlarız. Milyonlarız. Anadolu'yuz. Anadolu'yuz. Anamız bir, kardeşiz. Anamız bir, kardeşiz. Kavgamız ekmek kavgası. Kavgamız ekmek kavgası. Kavgamız bağımsızlık kavgası. Kavgamız bağımsızlık kavgası. Açlığa son vereceğiz. Açlığa son vereceğiz. Yoksulluğa son vereceğiz. Yoksulluğa son vereceğiz. Bizi sömürenlere karşı. Bizi sömürenlere karşı. Örgütleneceğiz. Örgütleneceğiz. Şehitlerimiz için. Şehitlerimiz için. Adalet için. Adalet için. Özgür vatan için. Özgür vatan için. Her yerde. Her yerde. Her şeyde. Her şeyde. Hep beraber. Hep beraber. Zafere kadar. Zafere kadar. Savaşacağız. Savaşacağız. Sözümüz söz olsun mu? Olsun. Sözünden dönen namert olsun. از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، 2 الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم گمنامم، پینه دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم،
خشکی قلب یه دریا، کم بال بریده یه پروازم، سیری صورت سربازم، تیره تو سینه اهوازم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتقام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش یه خشمم، غیزم، ریزش یه صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ای بل بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم. بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشه، من قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم، شعله یابانم، اخطار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورشته بینم با طعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخم تو کمر وقت تو سرم، همونی هم کر وقت پر زد، در وقت حرف زد، سیستمت مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم دود کرد، سوختم مثل جنگل و زاگرس، قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه درگی آب از سرم، میسوزم تو این جهنم ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، ساده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلم، من شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم غروب تلخ. Büktür halkın elleri, sımsıcak elleri, uzanır kör hücreye, sarar yaralı bedeni, yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına, kavga derde deva için, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Büyüktür halkın elleri, kenetli elleri, alır duvarın ardından, yalnız koymaz ellerini, yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına, kavga derde deva için, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Büyüktür halkın elleri, öfkeli elleri, gururu gecesinin namerdin, adı olur adaletin, yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına, kavga derde deva için, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için.
دنیای آرزویم. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمی گیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمی بینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها می سازند و می سازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی. اما دیگر در هیچ کارخانه نمی سازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمی بینی مگر صورتک‌هایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه‌های فولاد شهر و زورآباد می‌نویسند. نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می‌کند. نامی که هر روز بوزینه‌ها آن را با فرچه‌هایی چون ریش‌ها و کینه‌هایشان سیاه پوش می‌کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی‌ها هم می‌گوید آنجا هر جا که می‌روی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه‌هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه‌ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه‌های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می‌کنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر. افسانه نیستیم، باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که روز اول مهر با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی در بیشمار بله بینندگان عزیز، درودی. دوباره بسیار ازتون عذر میخوام که متاسفانه یک مشکل فنی برام پیش اومد و احتمال داره که بازم تصویر قطع بشه. به همین خاطر اگر نتونستم باهاتون خداحافظی کنم بدونید که مشکلی برای اینترنت ما پیش اومده، احتمالاً برنامه قطع بشه. خیلی ازتون از این بابت معذرت میخوام. بله عزیزان، خب در مورد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی حرف میزدیم که خواستیم ارزیابی داشته باشیم از این خیزش همراه با رفیق یوسف اردلان که متاسفانه ایشون هم مشکل اینترنت داشت و نتونستن با ما این گفتگو رو داشته باشن. خب در طول 3 ماه گذشته بعد از مرگ ژینا ما شاهد اتحاد و همبستگی بودیم که در سراسر ایران در بین ملیت‌های مختلف بود، از فارس و لور و ترک زبانان و کرد زبانان و عرب‌های سیستان و بلوچستان، اهواز و کلاً هر 4 گوشه ایران که در طول 43 سال گذشته رژیم به قول معروف تفرقه بیانداز و حکومت کن این ملیت‌ها رو با کارهای مختلف و ابزارهای مختلف خواسته که به یه نوعی حس رقابت و میشه گفت یه کینه و تفرقه بین اونا کاشته بود که به قول معروف باد کاشت. اما امروز ما میبینیم که طوفان درو کرده رژیم جمهوری اسلامی و نقشه 43 سالش امروز برای مردم ایران برملا شد و همه ملیت‌ها و همه مردم ایران با یه اتحاد و همبستگی بی سابقه‌ای در کنار هم هستن و از هم دارن پشتیبانی میکنن و میشه گفت این یکی از بزرگترین دستاوردهای این خیزش انقلابی هستش. از دیگر دستاوردها میشه اشاره کرد به اینکه خب زنان در طول 43 سال گذشته بسیار مورد ظلم قرار گرفتن از طرف جمهوری اسلامی، اما تا به امروز
آنطور که ما الان شاهد هستیم شاهد حمایت‌های بی سابقه ای نبودند از طرف هم زنان و هم مردان و امروز ما می‌بینیم که مردم نه تنها ایران بلکه تمام مردم جهان با خیزش انقلابی زن زندگی آزادی متوجه شدند که تا زمانی که زنان آزاد نباشن جامعه نمیتونه آزاد باشه و میبینیم که زنان و مردان، زنان که در صف اول مبارزات هستن، مردان دوش به دوش اونها و در کنار اونها دارن مبارزه میکنن، مقاومت میکنن، جانفشانی میکنن. و اینکه صدای اعتراض مردم ایران، صدای اینکه جمهوری اسلامی چقدر ظالم بوده و چقدر در طول 43 سال گذشته به مردم ایران ظلم روا داشته رو الان همه دنیا شنیدن و همه دنیا متوجه شدن که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی پوشالیه که با زور سرکوب تا به امروز حکومتش به درازا کشیده و دارن از مردم ایران حمایت میکنن. ما میبینیم که در پارلمان‌های کشورهای مختلف شعار زن زندگی آزادی سر داده میشه. از زنان ایران دارن حمایت میکنن، از مردم ایران دارن حمایت میکنن و این میشه گفت دستاورد بسیار بزرگی بوده که در طول تاریخ بی سابقه بوده. و اما دستاورد دیگه این که قداست رژیم از بین رفت. ما در طول روزهای گذشته شاهد یک حرکت اعتراضی بودیم به نام مشهور شد در سوشیال میدیا که دست به دست میشد به نام عمامه پرانی و این نشون میده که خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی چقدر زیاد هستش و چقدر قداست آخوندها و رژیم جمهوری اسلامی در بین مردم از بین رفته. بله، این همدلی، این همبستگی، این مبارزه و مقاومت ستودنی هستش. اما متاسفانه ما در طول 100 روز گذشته شاهد این بودیم که عزیزان بسیاری، بیش از 500 نفر از جوانان، از مردم معترضی که چه در خیابونها با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جونشون را از دست دادن و یا چه در سیاه‌چاله ها، در دخمه های تاریک و نمور جمهوری اسلامی زیر انواع اقسام شکنجه های غیر انسانی، ارتجاعی و با تمام وحشیگری های این شکنجهگران، این عزیزان شکنجه شدن و جونشون را از دست دادن. دو معترض این انقلاب، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، اعدام شدند و بیش از 30 جوان عزیز دیگر حکم اعدام و یا حکم محاربه براشون اومده. در این مورد ما شاهد یک حرکت حمایتی دیگر بودیم از نماینده های پارلمان های مختلف که وکالت سیاسی این عزیزان رو بر عهده گرفتن و گفتن که ما ازشون حمایت میکنیم. هرچند که امروز محمد قبادلو با اینکه وکالت سیاسیش رو بر عهده گرفته بودن، اما امروز حکم اعدامش تایید و صادر شد که امیدوارم جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای داخلی و خارجی نتونه که دست به این اعدام ها بزنه. بیش از 20,000 نفر بازداشت شدن. آمارهای زخمی ها در دست نیست در طول 100 روز گذشته، چون خب ما شاهد هستیم که عزیزانی که زخمی شدن ربوده میشن و بدون اینکه مداوا بشن، بدون اینکه زخمهاشون پانسمان بشه و با همون حال اونها رو به شکنجهگاه ها میبرن، به زندان های رژیم میبرن و در اونجا شکنجه میشن. به همین خاطر خیلی از زخمی ها کسی ازشون خبر نداره و در خونه ها مداوا میشن، چون مطلع هستیم که در بیمارستان هم نیروهای لباس شخصی رژیم هستن و اونا رو دستگیر میکنن، زخمی ها رو دستگیر میکنن. بنابراین آمار دقیقی از زخمی ها در دست نیست. خب ما شاهد این همه جانفشانی بودیم، شاهد این همه دستاوردهای بزرگ بودیم که
هیچ وقت مردم ایران به قبل از مرگ مهسا یا ژینا امینی باز نمیگردن و جمهوری اسلامی هر کاری بکنه نمیتونه که این مردم رو به قبل از این خیزش انقلابی برگردونه. امروز خبرهای منتشر شد از اینکه حوزه علمی قم گفتن که اعدام راه چاره نیست، باید یک دست و یک پا اونم مخالف از معترضین قطع بشه. خب این نشانه اوج بیرحمی، اوج درماندگی و اوج استیصال رژیمی هستش که جوانایی که برای ابتدایی ترین حقوق خودشون به خیابون ها اومدن، برای ابتدایی ترین نیازهای خودشون که ازشون محروم هستن به خیابون اومدن و با دست خالی دارن مطالباتشون، دارن نیازهاشون رو فریاد میزنن. رژیم اینطور وحشیانه با آنها برخورد میکنه، با گلوله‌های جنگی به سر و گردن اونها شلیک میکنه و این حرف حوزه علمی قم، آخوندهای حوزه علمی قم میشه گفت که اوج بربریت هستش، اوج دیدگاه غیر انسانی هستش که به معترضان عزیز دارن. اما راجع به اتفاقی که دیروز 23 دسامبر در پاریس افتاد، خب یک مرکز فرهنگی کردها، شورای دموکراتیک در شهر پاریس هستش، بودش به اسم این مرکز فرهنگی احمد کایا. اسم این مرکز فرهنگی بود که مهاجمی که تازه از زندان آزاد شده به جرم آزار اذیت مهاجران و حتی به جرم اقدام به قتل، چند روزی بوده که آزاد بوده و حتی نباید، این اجازه رو نداشت که اسلحه با خودش حمل کنه و اسلحه داشته باشه. دیدیم که دیروز این مهاجم به این مرکز فرهنگی حمله میکنه با سلاح کمری، تپانچه، و به افرادی که در مرکز فرهنگی بودن شلیک میکنه. متاسفانه در پی این اقدام 3 نفر جونشون رو از دست میدن، یک خانم و 2 مرد که یکی از این آقایون خواننده بسیار مردمی بودن و 3 نفر هم زخمی میشن. این 3 نفر اونطور که گزارش ها میگن تا قبل از اینکه من وارد استودیو بشم و با شما صحبت کنم، حالا یکی از این زخمی ها وخیم هستش و احتمال میدن که جونش رو از دست بده. بعد از اینکه به این مرکز فرهنگی حمله میکنه، به 2 مغازه در روبروی مرکز فرهنگی هم حمله میکنه و توسط مردم این مهاجم دستگیر میشه و تحویل پلیس داده میشه. این در حالیه که این حرکت در آستانه 10مین سالگردیه که در 10 سال پیش یک بار دیگه به این مرکز فرهنگی حمله کردن و اونم با اسلحه گرم و 3 زن مبارز در این مرکز فرهنگی جونشون رو از دست دادن در سال 2013 و در آستانه این اتفاق و این حمله تروریستی در آستانه 10مین سالگرد این حمله تروریستی بوده. خب امروز شاهد بودیم که خیابان‌های منتهی به این مرکز فرهنگی در پاریس و مقابل این مرکز فرهنگی مردم آزادیخواه و کردهای مقیم پاریس دست به تظاهرات زده بودند و اون چی که در تصاویر پیدا بود این بود که مردم معترض با پلیس پاریس درگیر شده بودند به جرم اینکه خب چرا کردها در پاریس و در فرانسه و حتی در سایر کشورها هم نباید امنیت داشته باشند و خیلی به آسانی توسط کسی که سابقه حمله به مهاجران رو داشته بتونه اسلحه حمل کنه و بتونه اینطور به اماکن عمومی حمله کنه و جون کردها رو بگیره. میگن که احتمال میدن که این حمله داعش مسئولیتش رو بر عهده بگیره و دست داعش، یعنی داعش دخالتگر باشه در این حمله و
بعضیا میگن که احتمال داره که رجب طیب اردوغان دخالت داشته باشه در این حمله. آخرین گزارشات در مورد حمله پاریس این رو میگن که تا به الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم اینطور بوده. و اما خب برگردیم به انقلاب زن، زندگی، آزادی که دستاوردهاش رو، هرچند دستاوردهای بسیار کمی رو ما برشمردیم اما دستاوردهای بسیار بزرگی داشته. همین امروز ما در چندین شهر مختلف در سطح جهان شاهد حمایت‌های بسیار گسترده‌ای بودیم. همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم برخی از خیابون‌های شهر همیشه در صحنه سنندج، شهر سرخ سنندج، مردم در خیابون‌ها هستند، با روشن کردن آتیش خیابون‌ها رو مسدود کردن و شعار زن، زندگی، آزادی و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. و همینطور در چند محله از شهر تهران هم ما شاهد سر دادن شعارهای از جمله مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور هستیم و صدای این شعارها از پنجره خیلی از خیابون‌ها و کوچه‌های شهر تهران به گوش میرسه. امروز هم کارکنان اسناد، ثبت اسناد و املاک در سراسر ایران یک اعتصاب عمومی داشتن و این کارکنان که بخشی از ادارات دولتی هستند دست به اعتصاب زده بودند. شورای هماهنگی هم شورای سازمانده کارگران نفت هم فراخوان به اعتصاب داده. اما خب ما میدونیم که این فشار مضاعفی که از هر لحاظ، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سرکوب‌های شدیدی که رو به مردم ایران هستش، رو به از جمله کارگران هستش، بسیار زیاد هست. اما اونچه که مسلمه اینه که تا زمانی که این انقلاب به درازا بکشه به نفع مردم هستش و به ضرر حکومت. مردم هر روز تاکتیک‌های جدیدی رو اتخاذ می‌کنن، بیشتر خودشون رو سازمان میدن و این بسیار به ضرر رژیم هستش و به نفع مردمی که تا سرنگونی نمیخوان از پای بنشینن. برای 43 سال ظلم، برای 43 سال سرکوب و زندان و شکنجه، برای فقر مضاعفی که 43 سال مردم ایران متحملش هستند، برای تمام آرزوهایی که رژیم در طول 43 سال، تمام زندگی‌هایی که به دار آویخته، برای زن، زندگی، آزادی. بازم ازتون عذر میخوام بابت مشکلی که چه برای مهمون عزیزمون پیش اومد که نتونستیم ارتباطمون رو با ایشون برقرار کنیم و چه مشکلی که از لحاظ فنی برای ما پیش اومد و برنامه تصویر من قطع شد. بازم ازتون عذر میخوام. تا دیداری دوباره امیدوارم که شاد و سربلند باشید و به امید پیروزی. سخت هراسیده ای از دل یک جنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، بیزد چنگی به ننگ تکیه به آرنگ ما، شیشه در آورده ای تاش. این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی. برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه ها.
کارگریم پرداخته در کوره رنج و مشقت، قدرت عظیم تاریخ ساز ماییم دریای توفنده کار. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. شپولی لافاوی یار ایمن دریای خروشکار. شپولی لافاوی یار ایمن دریای خروشکار. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. چرخی روزگار سورنین توی آزادی چگین. چرخش چرخ جهان از ماست، بذر آزادی را ما میکاریم. نه فقط اینجا، در همه جهان برمی افرازیم پرچم انقلاب من را. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. اسوی آواد تو روش آواد. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. نوید میدهیم، نوید سرخ، در تمامی کارگاه‌های دور و نزدیک آتش خود را برافروزیم، ریشه ظلم و بیداد را برکنیم، خورشید دربند را رها کنیم. دسترنج من از آن ماست، جهان از آن ماست. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. بله ندین بله نیسور لگش کرگای نزی کنور. اگری خود اگر سنی ریشه زلگون بردی. اگری خود اگر سنی ریشه زلگون بردی. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. آوارگی، رنج و درد، سرکوب و ستم و گرسنگی دیگر از تحمل فراتر است. آی هم زنجیران، روز ما فرا رسیده است، تا کی دنیای وارونه بر پای نیستد. هنگام رهایی فرا رسیده، جهان باید زیر و زبر گردد. جهان از آن سازندگان آن است. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. نعمات و فراورده های انسانی و هر آنچه منشأ آسایش و شادی است، تا کی در دست سود پرستان و غارتگران؟ دست غارتگران کوتاه تا این همه از آن همگان گردد. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران، به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری.
زنجیر هزاران ساله خواهد گسست. آن روز جشن پردوام کارگران است، روزی که استثمار شدگان رهبری جهان را در دست گیرند. آفتاب جاودانه خواهد درخشید. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un